سلام به کانال هلس نیوز، خیلی خوش اومدید. پریود مردانه یا قاعدگی مردان یا IMS چیست؟ مردان هم مانند خانم ها دچار تغییرات هورمونی در سطح هورمون تستوسترون می شوند. برخی معتقدند که علائم تغییرات هورمونی در مردان مشابه با سندرم پیش از قاعدگی خانم ها یا همان PMS است. علائمی مانند احساس افسردگی، خستگی و تغییرات خلقی. عادت ماهانه در مردان به چه شکل است؟ با کاهش تستوسترون مردان با این حال مواجه می شوند. بهتر است برای درمان به پزشک مراجعه کنند. پزشک با توجه به شرایط بدنی فرد از طریق تست و آزمایش و تجویز دارو مشکل را برطرف خواهد کرد. عوامل مؤثر در پریود مردان چیست؟ رژیم غذایی. داشتن رژیم غذایی نامناسب می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار روی پریود شدن مردان باشد. غذاهای چرب و غذاهای فاقد سبزیجات نیز می توانند بسیار مضر باشند. افزایش وزن. افزایش وزن در آقایان می تواند به همراه میزان بالای استروژن و سطح کم تستوسترون همراه باشد. عدم تعادل هورمونی هم باعث افزایش وزن در آقایان و هم یکی از عوامل مؤثر بر پریود شدن آنها است. خواب نامنظم. نداشتن خواب کافی و نامنظم هم یکی از دلایل بروز این عارضه است. داشتن استرس و اضطراب. داشتن استرس و اضطراب سطح تستوسترون را در بدن کاهش داده و همین موضوع می تواند روی میزان تحریک پذیری آنها اثرگذار باشد. مصرف دارو. مصرف داروهای شیمیایی و گیاهی موجب برهم خوردن تعادل هورمونی فرد می شود. همین امر می تواند در بعضی از مواقع مرد را خشن و در بعضی از مواقع آن را تحریک پذیر کند. علت پریود شدن مردان چیست؟ سن. در مردان از حدود سن 30 سالگی هورمون تستوسترون کاهش می یابد. استرس، تغییر در رژیم غذایی یا وزن، بیماری، کمبود خواب و اختلالات خوردن. از علائم این عارضه می توان به خستگی، گیجی، افسردگی، عصبانیت، کمبود اعتماد به نفس، کاهش میل جنسی، اضطراب، حساسیت روانی بیش از حد اشاره کرد. برای درمان بهتر است به موارد گفته شده توجه کنید. ورزش کردن، خوردن غذاهای سالم، به کارگیری راهکارهای کاهش استرس، دوری از مصرف الکل و سیگار. در این دوران تغییرات خلقی پایدار را جدی بگیرید. دوستان عزیز، اگر نظری در مورد این ویدیو دارید حتما توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.